آقا یه نکته آموزشی خواستم بگم در رابطه با پرورش قاز. اگه از همون کوچیکی، یعنی وقتی که از تخم در آمدن، تقریبا گله شما یا همون طیور شما، حالا چه مرغ باشه، جوجه باشه، قاز باشه، اردک، هر چی فرقی نداره، اگه میبینید دوچار تلفات شدید، نذارید اون تلفات همونجا بمونه و مابقی اون جوجه ها بیان بهش تیک بزنن، نوک بزنن. چون همین کارشون، چون گهگاهی میبینیم اونایی که دارن متوجهم و دیدم حتما، چون این نوک زدن باعث میشه که اون بیماری انتقال پیدا کنه. حالا اگه بیماری وجود داشته باشه ما که نمیدونیم، به هر حال این باعث میشه که این نوک زدن باعث انتقال بیماری بشه و مابقی هم دچار ضعیف شدنه بشن و اون انرژی خودشون، اون سیستم ایمنیشون ضعیف بشه و اونا هم کم کم قدرت و توان خودشون از دست بدن و اونا هم دچار تلفات بشن. پس حتما جمع آوری کنید. اگه به پرورش طیور علاقه دارین و به کارتون میاد، میتونین پیجمو داشته باشین.